هر چیز ریشه داره، از اون جمله کسلی ما ریشه داره. ریشه کسلی ما در ذهن، در ضمیر آدم می شود. از زبان روسی میگم подсознание. در درون انسان یک جایی هست که اون ما موقع دادن نمیتونیم، مکان دادن نمیتونیم. میگیم که قلب ما یک جای، قلب جهان چینکی ما نیست. برای ما نمیتونیم بگیم که قلب یک جای. برای میگم وقتی سکوت شده شما دقت تامه در پشت دل تامتی. شما وقتی انسان ها همونجا در حس میکنن که برای این توجه که ما دل میگن کو دلم گفته، دلم خیلی، دلم خرسنده، دلم انتظاری اون چیه. در همونجا در همون که подсознание ما کپیای خوردی، نسخه خوردی همین ما و شما هست. مثلا آدم میگن که من خیال میکنم که اینجا اوجه وزمینه، خیال میکنم که ای قفام کسی هست، خیال میکنم که یکم چیز نه میویه، یکم چیز دیگر، یا که مثلا یکم کسلی وزمین میشم، یا که گرده خیل، میان خیل، سر دل مثلا وزنین، یا که سنگ بریم حس میکنم، یا که همین چیزایی که آدم ها میگن که خیال میکنم، این انا همون صورت است که نسخه ما و شما، نسخه خورد ما و شما در قلب ما و شما هست. این خیلی دیدن ممکنه که ما بفهمیم که همین ریشه کسل همون جا گم کنیم. مثلا آدم دوی میس میکنه که یک طرف سرش مثلا درد میکنه، خیلی میگن میگرین، درد نیم سره. وقتی که انسان در حال میدروه پیش نظر میاره خدشه رو که گویو که در آینه خدشه دیدیست است، پیش نظر میاره، وقتی میبینه و همون صورت خدشه در انعکاسش در آینه میبینه که همون طرفش درد کردیست است، دیگه خیلی رنگ زیخر که وزمینی جا که یکان چیز بار کردگی میبینه. این نقطه نظری گویم که مشقای روانی انا همون obraz است، صورت همون چیزی که بالای مثلا درد نیم سرش در ماندگی است، انا همون باید تازه کنه، سر اینا بکشه. اینا در خیال خود میکنه. خیال چیزی کم نداره. اگر خیال سخت کار کنه میتونه آدم کسل کنه. اگر خیال درست استفاده بره میتونه که آدم صحت کنه. خیال پروژه نقشه الهی هست که در درون ما هست. در یک تخم ما ایده گویم که مثلا گویم که آب پلید مرد صورت ان همه آدم کشیدگی هست. شما تصور کنید در یک دانه تخمی مثلا سیب یا انجیر یا که گیریم دیگر درخت ها ان همون صورت همون درختی کلان کشیدگی هست. برای همین میگم که یکی از نامهای خداوند مصوره، یک بهترین تصویر کننده که تصویر در درون یک چیز خردترین همون obraz صورت همه ساخته است و آدم هم بیمار شود obraz صورتی بیماریش در درونش خود شد. صورت همون بیماریش در درونش هست که ما باید چکار کنیم؟ تازه کنیم. و چی این تازه میشه؟ البته با مشقای روانی ما و شما حاضر میکنیم. یکی این سببایی که مردم جندار میشوند، یعنی جن تولد میکنن یا که زرازیت سیرایت میشن، یک سببش اینه که اول وقتی میخوننش و میگه که چی دیدیستی؟ آهسته آهسته یک صورت obraz در سرش پیدا میشه و اون صورت obraz قوت میگیره و هر روز روح آدم میخوره و همین خاطر میتونه ای خوشش بیرون بروه و در اون وقت این آدم میشه تولید کننده یک مخلوق دیگر. و زبان روسی میگن مثل obraz، هر فکر صورت obraz خود داره. کسلی های ما و شما هم، مشکلی های ما و شما هم، پیشرفت نداشتن در زندگی هم، جنجال های ما و شما هم صورتشان در تک دل ما کشیدگی. ما باید همون چکار کنیم برای پیشروی کنیم، باید تازه کنیم. این تازه ما پیش
اولی هم وضعی میکنن مشکل کشا میکردن. مشکل کشا چی بودی؟ مطمئن کردن، باور کنن، موتیواسیا دادن آدم باورش کنن نه که کاری تو کشاده شد. انا همون صورت کشایش کار در سرش میساختن و این سبب میشه که آدم میره کارش کشاده میشه یا که وابسته از سطح باوری بود. آدم امروزه رو باید معاصر مشکل کشایی کنیم. مشقای روانی ما امروز ما شما باری دیگر تکرار میکنیم که وقتی که شما بیمار هستی صورت بیماری شما در همون شخصیت خوردی داخل شما هست. ما همینجا باید تازهش کنیم. این مردمی که مثلا یک طرف بدنشون درد میکنن وقتی که تصویری خودشون پیش نظر دا میبینن که یک طرفشون یا سیاه هست یا وزمین است یا که یکون چیزی دیگه بار کردگی است یا نادرست کشیدگی. روی نقطه نظری هم که مثلا در قرآن گفته می شود که گناه‌های شما در اطراف شما هم پس از این برمیگه که در اطراف آدم کسلی هاش هستند مانند ابر، مانند یک مگنیته. این مثلا با واسطه دارو نمیشد برطرف کردن. با واسطه چی میشه؟ مشقای روانی که وجود شما همین نور گذره. همین نور که گذشت همون یا که ابری کسلی است یا که سایه کسلی است یا سایه مگنیت است یا که روحی گنده است ای وجود شما برای برای مشقای روانی رو با خوبتر کنید، نختر کنید و امیدوارم که در شما نتیجه میتین. اینا مشقای تاجیکی تازه برای مردم ما هست. مردم ما نمیتونه یوگا مشق کنه. مردم ما نمیتونه مشقای دیگری خلقای دیگری کنه که چون که هر یک مشق حکمت خودشه داره، بالای خودشه داره. یعنی که بالاترین نقطهش داره. اگر بسیارتر یوگا مشق میکنه عاقبت با همون پیرای همه یوگا روبرو میشه. اگر شما مشقای دیگر کنید میتونه که با همون پیرای با همون حکمت همون فلسفه همون مشقای روانی بروی که برای فرهنگ ما و شما بیگانه. برای همین کوشش کنید که مشقای روانی کنید، اجرا کنید، عصبتون بقوت شود و نام دارد نیروی عصب. نیروی عصب این مانند همه اکیومولیتوری هست که تلفن شما هست و هر روز شما ضرورت میتید. نیروی عصب را پر کنید. ای نیرویی که در کیهان بسیاره از سخنهای خوب، باوری، از امید. سلامت باشید.